سلام عزیزای دل، اگر میخواین که یک چای سبز اما تو خوش رنگ داشته باشین پس ویدیو رو نگاه کنین. ما همیشه قسم معمول جوش خودم میگذاریم و میخوایم وقتی که چای دم کنیم چای سبز که استفاده هر نوع چای سبزی که خواستین استفاده کنین و مقداری که خودتان میخواین در ترموز یا چاینک یا هر چی که دارین اضافه میکنین. بعدش که حتما چای سبز بدون این مزه نمیتن اضافه میکنیم و اصل گپ که ما میخوایم که اگر چای ما رنگش سرخ نشه پس حتما از این پودر ویتامین C استفاده کنین که حتما در DM یا فروشگاه روسمن هست. و البته یک چیزی مهم که میخوایم بگویم که به مقدارش اضافه روی نکنین. با اون اندازه که براتون گفتم مثلا به یک ترموز یک و نیم لیتر میگیره، ما فقط نیم قاشق میتونیم اضافه کنیم که کمک میکنه که چای ما اما تو رنگ سبزش در بسته روز باقی بانه تا 5 الی 6 ساعت که خود سرخ نکنه. اگر مقدار زیاد شه بدازیم هم چای ما کم رنگ میشه و هم کمی دانه ما را درشت میکنه. که حتما چای سبز ما افغانان با یک شیرینی میخوریم که به اوقات خوش داشته باشین. حتما امتحان کنین و این ویدیو را لایک کنین. تشکر.